شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتاری 17. بینای این کتاب. سوژه: سنگ ما خواهم شد فردا ته دیوار و فرش، بر محبس یا بر سرا یا گنبد سر سوی عرش. کتیبه سنگ لعل را در نگین شناسند، آدم را در خانه. توی شد عمارت بی باید ساخت. قصرهای فراخ تفکرم، مناره های وزنین اندیشه هایم، خانه های قصه و حکایاتم، گنبت های بلند اشعارم. اینک من سنگ و خشت کشانیدم، چوب و تخته تیار کردم، جای عمارت نو را انتخاب نمودم. اکنون من باید کم و بیش معمار، مهندس، ریاضی، گیلکار و نقاش شوم. چیسان بینایی سازم، چی طرح بران ببخشم تا دل و دیده ها از تماشای شاد گردند، تا این بنا زیبا و متناسب باشد، مثلش تا این دم ندیده و اما به نظر شناس نماید. مثل خانه های شیفتش پست این زمانه نباشد که سری آدم رسد. این چونین شیفتش به درجه بلند نباشد که کس سر بالا کرده نگرد، کلاهش افتد. بینایی نباشد که از درش میزی مقرری ندراید. این چونین عمارت نباشد که از درش شتر با بارش گذرد. مثل کاخ یا کلوب نباشد که مردم آمده کنسرت تماشا کنند و روند. این چونین مانند مسجد نباشد که آدمان فقط برای نمازخوانی بیایند. چون اداره پر از شکایت و اسپراف که بکار نرود. این چونین به آسیابی همیشه گردان علی مانند نباشد. پدرم داستان شاعری جوان کوهستان را خوانده گفت: دیواره های این داستان به حد زیبایند. داستان مرخانه علی بیگ ساخته را میماند. مرخانه نباید به قصر شباهت داشته باشد، قصر نباید چون مرخانه استفاده شود. بعد آن که پدرم حکایه‌ای به اندازه دور و دراز نویسنده دیگر را خواند، به مؤلف گفت: تو دری را کشادی که پوشیده نمیتوانی، مروتی را تاب داده کشادی که محکم کرده نمیتوانی. وقتی گره انداختنت ارغمچین را از حد زیادتر کردی. یاد دارم که در آوان بچگیم به اول ما حافظ ها می آمدن. من به لب بام دراز کشیده کوچه را تماشا کرده می خوابیدم و سرودخوانی حافظ ها را گوش می دادم. بعضیشان دف زده، بعضیشان غژک نواخته، ولی اکثر قبوز نواخته حافظی می کردن. آنها از محلهای گوناگون در فصلهای گوناگون می آمدند. سرودهای گوناگون می خواندند. یک غزل را هرگز تکرار نمی کردند. خصوصا بحث به بحث خواندن دو سه حافظ به من معقول بود. آن سرودها دور و دراز بودند، از این رو فراموششان کردم. ولی از هر سرود 2-4 یک بیت در لف خاطرم نقش بسته است. همانا این بیت ها از همه لطیف، یا از همه پند آمیز، یا از همه برا، یا از همه شادی بخش، یا از همه غمانگیز بودند که در خاطر ماندند. نمیدانم چرا مصرع‌های دیگر نی و محض همین مصرع‌ها در یادم ماندند، لیکن آنها تا هنوز در دلم معوا دارند و گاه گاه چون نامی مقدس ترین، عزیزترین، چون نامی محبوبه به زبان میارم و تکرارشان میسازم. از سرودهای دیگری اولی هم که همش را از یاد میدانم مصرع‌های منتخبی دارم و آن مصرع‌ها را نسبت به مصرع‌های دیگری سرود در دل بیشتر میپرورم. سرود چی؟ من در شعرهای خود نیز بعضی مصرع‌ها را فرق میکنم.
و میپسندم، زیرا که آنها نظر به مصرع‌های دیگر خوبتر، بلندتر، لطیفتر می نمایند. گپ میان ما و شما شعرهای دور و درازی هم دارم که آنها را به خاطر چند مصرعی برایم عزیز نوشتم. آن مصرع‌ها اگر شعر کمربند باشد، آنها خنجری به کمربند همایل. اگر شعر مزرعه باشد، آنها خوشه. اگر شعر پرنده باشد، آنها پر و بال آن. اگر شعر آهوی سری شخ ایستاده باشد، آنها چشمی به دور و دور دخته آنند. باری چون اندیشه ورزیدم اگر همگی 8 مصرع یک شعر برایم عزیز باشد، پس چرا من 80 مصرع دیگر می نویسم؟ آیا یک بار همون خشت مصرع بهترین را نوشتن ممکن نیست؟ انا برای همین یک کتاب مسمنات نوشتم. مردم کوهستان از آمدن مهمان شاد شده و پیش پایش گوسفند می کشند. اما به مهمان یک برده گوشت کافی است. یگان مهمان گوسفندی تمام را خوردن نمی تواند. پس چرا من هم گفتم در دل گوسفندی کلانی را کشم مادام که یک مرغ کفایه است؟ انا بنابراین از کتابی که یگان وقت خواهم نوشت میخواستم همه جایهای زیادتیش را گرفته پرتایم، فقط جایهای برایم عزیز را بمانم. در این حالت بگذار آن کتاب 10 و حتی 20 برابر درازتر شود. روز یک شاعری جوانی لک در حضور من شعرهای خود را به ابو طالب میخواند. او 10 شعر خواند. بعد رفتن شاعر ابو طالب به من گفت به هر خو خوب است آدم می شود. شعرهایش به تو معقول شد؟ همه شعرهایش سستند، اما 8 مصرعی دارد که بر عوضش قلعه همین حالا به خرب و زر ضبط کرده را بخشیدن ممکن است. چون این مصرعها را تا این دم یگان شاعری لک زبان نگفته است. اگر در شعر و سرود مصرعهای فراموش ناشدنی باشند، پس در زندگی روسا و ملاقاتها در حیات مملکت واقعی و کارنامه‌های نیز می شوند که در لوح خاطر نقش می بندند. می خواستم این مصرعها را به دیوارهای بنای نوم، کتاب نوم بپیوندم. نمی خواستم آنها را با سخنهای زیبا شرح دهم. بگذار آنها خود صدا دهند. مشک آن است که خود ببوید، نه که عطار بگوید. ماه مرد هوای ساحل بر همیشه ویران می شود. بار در ماه مرد از بالای مخچقله طوفان گذشت. 2 باد به هم خوردن، یکی از خزر وزید، دومی از کوه فرو آمد. یکی از سطح فراخ برق قوت گرفته به شهر چون تیر رسید، دومی از کوههای بلند جهید پایان فرو ریخت. 2 باد دست به گریبان شدند، چسبیدند به حرب و ضربه به میان آمد. هنگامی که 2 پهلوان بردار و زن میکنند، تک پای آنان گشتن خطرناک است. این دفعه زیر پای پهلوانان مخچ قلعه مانده بود. هر آنچه نااستوار بود در روی زمین پایه نداشت. همان لحظه برباد رفت. نونیهالی به قوت، قاطی‌های خالی، بام کلبه ها، دکانچه های فنیری، هر گونه خس و خسروبه به هوا می پرید. اما درختان پیر و بیناهای کلان سخت به زمین چسبیده، مستحکم و با وقار قد کشیده می ایستادند. همین آنچه سبک و نااستوار بود به باد رفت و آنکه پایدار و استوار بود بماند. همچنین واقعات و حسیات و اندیشه های آدمیزاد گوناگون می شوند. یکی را باد سبکی زمانه به هوا می برد، دیگری را حتی طوفان پرشدت زندگی از جای جنبانیده و پریشان کردن نمی تواند. من بینای کتاب خود را باید از این واقعات پایدار و از این حسیات و اندیشه های استوار بسازم. این بنا باید به طرز عنعنوی اوری ساخته شود، ولی در عین حال زمانوی هم باشد. چون این بنای بیباید که اهل خاندان هم در آن شادانه زندگی کند، مهمان هم آمده خرسند گردد. خانه چنان باشد که کودکان در آن خوشبخت گردند، جوانان محبت ورزند، پیران راحت بینند. کتابم داغستان من به چی طرح و ساخت میبینمد، با چی قیاس میکنمد؟ با عقاب بلند پرواز؟ ولی عقاب آفریده آدمی نیست، آن را طبیعت عطا کرده است و از تفکر ما در آن آثار نیست. پس شاید با هواپیما قیاس کرد، اما هواپیما خیلی بلند پرواز میکند. هنگامی که برای زمین میرود، اطرافش تنها منظره فرودگاه است. کسانی را که به زمین با نظری پست مینگرند و در بارش همچنین حرف میزنند دوست نمیدارم. نه، به نظرم طرحی اپرت می نماید که مثل هواپیما پرواز می کند.
مانند قطاره می گردد و چون کشتی شنا می کند. من در آن هم سرنشین، هم ماشینیست، هم ناخدا. جایی به سفر برآمدن ما یعنی فرودگاه ما، بندر ما، دپای ما داغستان 1000 ساله و جاویدانه است. از اینجا ما به هر گوشه زمین چی با آب و خشکی و چی با هوا سفر کرده می توانیم. به جایهای رفته می توانیم که من دیدم و یا هیچ نباشد خیالم آنجاها پرواز کرده است. ما می رویم، پرواز می نماییم، شنا می کنیم. از تیریزه کوههای سفید، مرغزارهای تر و تازه و زمرگون، دریاهای فراخ دامن، اقیانوسهای بیکنار نمایانند. از پیش تیریزه ما بهاران پرتلاطم، تیر ماه نرم، زمستان شدید و تابستان گرم گذشته می روند. چقدر مسافر است در اطراف من، هم مریدان شامل که از جراحت‌های لطه‌بندشان خون می‌زهد، هم پرتیزن‌های کوهستانی، هم معاصران من که آدمانی گوناگون هنرند. در اطرافم همه آنهای آمدند که من یک وقتا دیدم، دوچار آمدم، مصاحب شدم و به خاطر دارم. آره، برای سوار شدن به کتاب، قطاره، کتاب، هواپیما، کتاب کشتی من بلیط یا گذرنامه یگانه لازم است. باید من در خاطر داشته باشم. باید آدمان و واقعات مثل آن بیت و مصرع‌ها باشند که از سرودهای حافظان قلندر به لوح خاطرم نقش بستند. باید آنها هم مانند همان 8 مصرعی باشند که ابوطالب از 10 شعر دور و دراز شاعر جوان جدا کرده بود. باید آنها چون آن درخت و عمارت‌هایی باشند که به طوفان تاب آوردند و حالان که همه چیزهای سبک و نااستوار را باد هزانوار رفته برد. در عکس حال من به مسلمی قزانیشی می‌ماندم. اکنون به شما قصه او را حکایت می‌کنم. ماهیمه گوسفندان را از دشت‌های تفسان و سرغبار به کوه‌های سیرون علفدار حی کرده می‌برند. انا در همین وقت مسلم قزانیشی در این باره یک سلسله آچرک می‌نویسند. گویان از اتفاق نویسندگان اجازه سفر خدمتی می‌پرسد. بلکه این واقع ماه سپتامبر بود، وقتی که گوسفندان را از کوه‌های هوایش سردگشته و دشت‌های گرمتر حی کرده می آوردند. ما به مسلم اجازه دادیم. مسلم به سفر برآمد و تمام راه را همراه چوپان‌ها و رمه‌های گوسفندان حلال طی کرد. هنگام بازگشت دفترچه‌های نوشته پر کرده‌اش را به یک اسبی علاهیده بار کرده آوردند. همه دیده خود را روز به روز قید کرده است. یگان چیز، یگان ذره بیرون از نوک قلم او نمانده است. اسب را هم دیده قید کرده است، چوپان را هم، گوسفند را هم. آخر آنجا چقدر چوپان و گوسفند را دیده است، او هرچی دیده و شنیده است قید نموده است. یگان قصه را پرتافته نرفته است، همه‌اش را نوشته. درباره چارپایی که دویده پیش میگذشت و آن را قفا کشیدن لازم میشد، این چون گوسفندی که قفا میماند و آن را پیش راندن در کار بود نوشته است. کتابی برا بخشیده از خود راه هم درازتر برآمد. کتابی شد که به خواندن آن وقتی به خود سفر صرف نمودن مسلم لازم است. بعدتر چوپان‌ها به ما حکایت کردند که هنگام برآمدن به قطارکوه گیمدین در راه خچیر دوچار آمد. مسلم بیچاره خچیر را به نوک قلم گرفتنش کم بود که هر سومی آن را علاهیده برداشته دیدنی شد. مثل تاخته نزد خچیر رفت و پای قفای آن را برداشتنی شد. ولی خچیر نیتی نیک و ضرورت این کار را ندانسته یک لگد زد که راست به بینی مسلم شلقین رسید. چوپان‌هایی که ناظر این واقعه بودن خوب خندیده گفتند این را هم مسلم باید قید کند. البته خچیر حیوانی لگد زن و بدخوست، ولی در این حالت بلکه رفتاری اون درست بود، زیرا این از سزای کسی که بسیار خیرگی می کند. بعد اثری مسلم را در اتفاق نویسندگان محاکمه نمودیم. ما از او به شوخی پرسیدیم مسلم در کتابت همه چیز هست، از کره در اول خرید کالا دیدت سر کرده تا سوم خچیر، پس چرا کلبوز را پرتافته رفتی؟ شما چی میگویید؟ مگر آن را پرتافته رفتن ممکن است؟ کلبوز را هم نوشتم، لیکن به شیوه محلی. نام وی در کتاب من هنکو است. همه خندیدیم. سپس به هر حال کوشیدیم به مسلم فهمانیم که نویسنده نباید هر چی را بینه نوشتن گیرد، بلکه از بین همه آن چیزها به خود در کاریش را جدا کرده گیرد. عباره هست که مضمونی
بلند را افاده می کند، کلمه هست که حسیات بزرگ را افاده می نماید، پارچه هست که تمام واقعه را افاده می کند. تا به قریبی در مملکت ما از نوسازی های تشکیلی وجود داشتند. حاضر هم گاهی یگان تشکیلات را از نو می سازیم. من نیز به این درد گرفتار شدم. من ژانری را که از خود کرده ام دیگرگون می سازم. من همین ژانرها را در یک کتاب گرد آورده به آنها راهبری می کنم. در یک حالت اشتت را انتخاب می نمایم، در حالت دیگر وسعت می دهم. جای ژانرها را دیگر می کنم. دو تاش را یک و یک تاش را به دو تقسیم می کنم. اگر کس دیگرگونی های بسیاری کردن گیرد، یگان تای آن تصادفاً با موفقیت برآمدنش ممکن است. قصه مرد کوهستانی که به مخچقله آمده است. یک کوهستانی به مخچقله به سفر خدمتی آمده بود. او پول بسیاری داشت، پولی خودش نه، برای به سفر خدمتی گرفته‌اش. پگاه و بیگاه در رستوران طعام می‌خورد. روزی نو آمدنش با آوازی به تمام رستوران شنوا داد می‌زد: پیش خدمت، باز کنیاک. همین گپی او را شنیده سویش نگاه می‌کردند و حیران می‌شدند که این آدم کی بود است که اینقدر بسیار می‌نوشد و پول را با کنیاک قیمت دریغ نمی‌دارد. روزی آخرین سفر کوهستانی ما خودی همون پیش خدمت را آهسته گوشکی کرده می‌پرسد: در رستورانت آش اوگرا چند پول؟ خلاصه چی بودنی برزگاو در اول نه در آخر مزه معلوم می شود. هنگامی لگد غرانی در چرانه، بلکه وقتی یوغ زدن به گردنش، بچی ارزیدنی اسب را هنگامی سوار شوی نه، بلکه وقتی فرامدن از بالایش می گویند. آیا من کتاب خود را کرنه پف کردنی انسلتینی ها بر این مبالغه نمی کنم؟ آیا من مثل سیوخی ها پیچی چوبی نمی سازم؟ باری همدیاران من صدگی ها به جای گرگ سگ را کشتند. آیا من چنین نمی کنم؟ هنگامی که سوی مقصود راه آغاز می کنی، منزل هنوز دور است. آیا جسارت، محبت و طاقتم کفایت می کرده باشد که به منزل برسم؟ یا که در پایان راه لاعلاج مانده پس سر خریده آش اوگرا چند پول گویان می پرسیده باشم؟ یاد داشت. سال در داغستان زمستان سخت آمد. ناگاه برف زد که قفسیش قریب 1 متر بود. گوسفندان بی خوراک ماندن و مرموری سر شد. مرا به کمیته حزب ولایت دعوت کرده گفتند به قطن برآمده رفت. رسول، گوسفندها رو نجات دادن لازم. من با آنها چی حالی رسانده میتوانم؟ همونجا رفته میبینی، یگان حساب مییابی راه نجات گوسفندها را یافتن در کار. راه گوسفندان را در هوای ناز آنقدر نمیدانستم و چی جایی که در بوران یافته روم، اما انتظام حزبی از همه بالاتر است و من در برف و باد راه میپیمودم. نهایت به قطن رسیدم. مرا چوپانان غمگین پیشواز گرفتند. قطره‌های اشک بر روی وریش و مویلب‌هایشان شوشه بسته بود. گوسفندان فوک خونالود خود را زور زده به قبط برفی یخین خلیده به گیاه رسیدنی می شدند، اما پرده یخینی برف را شکسته نمی توانسته نابود می شدند. سگ‌های چوپانی جای شمال پناه را یافته می خوابیدند، نه پروای گرگ داشتند و نه غم دزد. خلاصی کلام، من اینجا آفت و درماندگی دیدم و بس. چوپان‌ها مرا دیده خنده غم‌انگیز کردند. حاضر به ما فقط شعر و سرود کم است. غمزد زاده صدگی، آمدی که به ما شعر و سرود بخوانی؟ تو بجای این مرثیه بخوان که ما همراهت نوحه‌گری کنیم. در کازه چوپان‌ها 3 روز نشستم، سپس دیدم که از من نفع نیست و شدنشم در گمان پشت بر چوپان‌ها کردم و رفتم. راهم به مخچقله بود. خوش چی طور گوسفندها را نجات دادی؟ پرسیدن مرا در کمیته ولایت. 3 سر گوسفند را نجات دادم. چه خیر؟ نقل کن. همین خیر. چوپان‌ها 3 سر گوسفند را کشتند و ما گوشتش را خوردیم. من چنین میشمارم که همون گوسفندها را نجات دادم. خیر. خفه شدن در کمیته ولایت رفت. شنویست را کردن گیر. گوسفندها را از افتکار ما به تو نجات میدهیم. برای آنکه شنویست برارناک شود و تو یک تنبیه سخت اعلان میکنیم. ترسم از آن است که قصه کتابم نیز چنین انجام نپذیرد. برای نجات دادن رمی گوسفندان میبرایم، ولی با چی برمیگردم؟ روزی که آغاز مییابد نه همیشه چنین میانجامد که ما میخواهیمش. یاد داشت. روزی نخستین تحصیلم را در انستیتوت ادبیات مسکو یاد دارم.
نو به خواندن شروع نمودم و روز تولدی من رسید. البته مرا تبریک نمی گفتند، زیرا کسی نمی دانست که آن روز تولدی من است. پولی پدرم داده را برای پالتو خریدن جدا کرده مانده بودم. بیا بیچاره رسول، گفتم، در روز تولد خود به خودمان تحفه میکنیم، پالتو میخریم. پول را گرفته با بازاری تیشینا رفتم. آن سالها اولی بعد جنگ چی بازارهایی بودند، بازارهای مسکو. خانونهای خود، سوداگرهای خود، ملیسه های خود را داشتند. به فکرم از آن بازارها بجز خر و ماچخر چیز دیگری پیدا کردن ممکن بود. بازار تیشینا بیشتر به لانه و حیران شده مرچشگان شباهت داشت. یک ساعتی دراز در بین آدمان تیله داده و تیله خورده گشتم که به تک بینم کاستوم موزه، کیتیل و شینیل، کلاه و کرته زنانه، کمزول و توفلی و عصابغل و خطی آورده می داشتند و بخر می گفتند. آن وقتا آرزو داشتم که به وزیر مانند باشم. در بین ازدحام چنین پالتو می جستم که پوشم و وزیر شوم و مانم. عاقبت همین قبیل پالتو را دیدم که سوداگری به کیت پرتافته می گشت. بر ضمن این فروشگاه هم داشت که همرنگی پالتو و از همان متا بود. اول البته از فروشگاه سر کردم، پوشیده خود را در آینه دیدم که وزیری حقیقی و سودا شروع کردم. تا دمی که با آواز بلند و برون نرخی پست می دادم، مال فروش گویا حرفی مرا نمی شنیده باشد خود را به نادانی می زد. هنگامی که با آوازی پست گوشکی کرده نرخ حقیقی مالش را گفتم، شنید. دست داده برکه یا گفتیم. برای آنکه 3 سومه و 5 سومه هایم را بیملال شمارم، پالتو را به سوداگر داشته است گویان دادم. 2250 سوم را شمرده به دستش دادم. خرسندانه به قیافه وزیر خوابگاه آمدم. بعد در خاطرم زد که پالتو را به دست سوداگر مانده است. همین طریق به 2250 سوم یک فروشگاه خریدم. خلاصه در آرزوی آن که به وزیر مانند شوم، بی پالتو و بی پول ماندم. ترسم که کتابم نیز چنین شود. همه می دانند که برایش چی لازم است، ولی نه همه دارای آن چیزند. همه منزل مقصود خیش را می بینند، ولی نه همه به آن رسیده می توانند. آدمانی هستند که چی طرز نوشتن کتاب را می دانیم، گفته گمان می کنند اما نوشتن نمی توانند. می گویند با همان یک سوزن پیراهن عروسی هم می دوزند، کفنی مرده هم. می گویند دری را نکشا اگر آن را پوشیدن نتوانی. استعداد شعله زن تا جهان بیافروزی، کتیبه چراغ. قصه شاعر و ماهی طلا. روایت میکنند که شاعر نابراری از بحر خزر یک ماهیچه طلا می‌دارد. شاعر مرا ببر سردی التجا میکند. ماهی سردی هم چی میدهی؟ به تمام آرزویت میرسانم. شاعر خرسند شده ماهی طلا را سر میدهد. از چی باشد که کار شاعر پیاپی آمد میکند؟ کتابهایش پی هم چاپ می شود. در شهر حولدار و بیرون از شهر صاحب بوستان سرای می گردد. سر سینه شاعر آردنها و مدلی برای مهنت شجاعتناک آرا می دهد. شاعر مشهور می گردد، همه مردم او را می شناسند. به مرتبه های بزرگترین مالک شده، تمام جهان در پیش او چون سیخ کباب تیار با پیازی پاره کرده و لیمویی کرچه کرده مهیا می شود. فقط دست دراز کرده گرفتن و نوش جان کردن می ماند و بس. اینک زمانی که وی اکادمیک وکیل جایزه دار می شود، روز زوجه‌اش ناگاه چون اظهار می کند: چرا بر زمی همی این از ماهی طلا استعداد طلب نکردی؟ شاعر گویا هوشیار شده درک می نماید که تمام این سالها چی کمی داشت تا از آن لبی بحر رفته به ماهی طلا رو می آورد. ماهی اقلاً کمی استعداد هم ده؟ ماهی طلا جواب می دهد: هرچی خودت طلب کردی من دادم، هرچی طلب بکنیم من بعد هم می دهم، اما استعداد داده نمی توانم. استعداد شاعری را خودی من ندارم. خلاصه استعداد یا هست یا نیست. آن را کسی دادن می تواند، نه کسی گرفتن. استعداد مادرزاد است.
شاعری ما که از احساسکاری های ماهی تلا سرشار بود، دیری نگذشته چون زاغی گردید، به تن پری طاووس کشیده، همین این پر و بال زیبای صنعی یکایک ریخت به بالاکاریش. در طول این سالها قسمی از پر و بالهای خود شاعر نیز ریخت و او از بودش هم بدتر شد. تکرار دعا ثواب گفتند. من هم بار دیگر تکرار میکنم که برای اثر نوشتن استعداد لازم. مادامی که حتی ماهی طلا استعداد ندارد، آن را از کجا پیدا میتوان کرد؟ پدرم حکایت کرده بود یک کوهستانی از اول دوردست نزد پدرم آمده شعرهای خود را میخواند. پدر به شعرهای شاعری نو برآمد با دقت گوش میدهد و جایهای سست و بی‌هنرانه آنها را نشان میدهد. سپس به کوهستانی میفهماند که اگر به جای او یعنی غمزت سدگی می بود، این شعرها را به طرز دیگر می نوشت. ای غمزت محترم، ندا می کند کوهستانی، برای این خیل نوشتن استعداد در کار، بلکه گپت حق، اندک استعداد می داشتی ضرر نمی کرد. از کجا یابم استعداد را؟ یگان مصلحت دهید. جوابی کنایه‌آمیزی غمزت را نفهمیده خرسند می شود. کوهستانی: امروز من مغازه ها رو گشتم، ندیدم، شاید در بازار یافت شود. معلوم نیست که استعداد آدم از کجا پیدا می شود. معلوم نیست بخشایش زمین است یا آسمان. شاید زاده زمین و آسمان باشد. اینجوری معلوم نیست که استعداد در کجای آدم معوا گرفته است. در دل، در خون، در مغز سر. آیا استعداد از روزی به دنیا آمدن آدم در دل کوچکی وی لانه دارد یا آدمی آن را بعد پس از طی نمودن راه دشوار زندگی پیدا می کند؟ وی را چی بیشتر غذا بخش است؟ محبت یا نفرت؟ شادی یا غم؟ خنده یا گریه؟ یا بهر انکشاف و قوت گرفتن آن این هم از ضرور است؟ آیا استعداد میراثی است یا آدم آن را در نتیجه همی دیده و شنیده، خوانده و ادراک نموده و از سر گذرانیده های خود تدریجاً حاصل می کند؟ شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفوه. پایان گفتاری 17.